لا یرضون له بالقلیل ولا یستکثرون له الجزیل. نه به کار کم قناعت میکنن، بگن حالا ما فرض کنید نوافل روزانه مون خوندیم، خب دیگه کافیه، یا با اضافه نوافل شد دیگه کار خوب کردیم دیگه، بقیه‌اش بریم استراحت کنیم. یه صفحه قرآن خوندیم، یک جزء قرآن خوندیم، دیگه بسه. اینا رو به هیچ قانع نمیشن، مقدار کم عبادت را نمیپسندن، دل خوش نمیکنن بهش. حالا کار زیادی موفق بشن انجام بدن، باز هم اینا زیاد نمیدونن، باز هم اعمال زیادی هم که انجام میدن باز هم میگه شرمندن که با اندازه‌ای که باید ما وظیفه‌مون انجام ندادیم. البته نمونه بارزش در امیرالمومنین صلوات الله علیه بود که آخرای شب بعد از اون همه عبادت ها و رسیدگی به فقرا و قرائت قرآن ها و نماز ها و گریه ها، آخرش میگفت آه من قلت الزاد و بعد السفر. چه کنم با این راه طولانی که در پیش دارم و توشه کمی که